سلام دوستای عزیز، خوش آمدین در کانال خودتان. امروز بچه بازم آمدیم با چند تا ویدیوهای خیلی وایرالی در اینستاگرام. عرضم به حضور انور شما که این ویدیو خیلی خنده داره بچه و خیلی جالب و شرط می‌بندم بچه اگه این ویدیو رو ببینین جلوی خنده خرا نمیتونین بگیرین و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیام. لایک سابسکرایب یادتون نره بچه، منتظر حمایت های تک تک شما هستم. عشقین همتون، یک بوس خوشگل برای شما. بدون حرف زیاد بچه بدو بریم سراغ ویدیو. بریم. بله بچه بدون مطلب بریم سراغ ویدیو. وی او بیچاره باربر برده. خب او از او یا پاکستان یا هندوستان و بنگلادیش در کجای اونا از مترای چیز هسته که باربری آدم جای به جای میکنه حساب مثل تکسی بری. و نه از این طرف موتر میمد و به حساب بایسکل استاکت که اون ماشین رو نزنه که سوار کده و دو افتاد زمین بالا شد و مسکین راننده رو تقفا کرد. یعنی دیگه ایشی چی هم مردم نینی پایین استه یا یک نفر اونو بالا ای خدا. ای گوزک آمد و دستان از اون مردم دیگه خاک بیندازه خب از اون بالا خودش هم افتاد زمین. آها رفاقت. آها برو بالا نام خدا برو زیاد کاتا گپ نزن آخه احمق. اوی که پشت پشت مورین از دیوار مورین بالا. خب شما فرض کنید که تا او بالا را رسیدین، باز دا اونجا باز چی کار میکنین؟ از کجا میخواین بگیرین او را؟ یعنی از کجا او دیوار رو میخواین بگیرین؟ اگه یک کچی ما بگیره او دیگه هم غرام پایین مفته. باز چی رقمی پایین میین؟ فکر پایین آمدن ها نکردین؟ چوسی میین رفاقت چیز؟ رفاقت باز دانه تو چیزها رو هم دارین دیگه غرد. این تو باید برین در شفاخانه. او بچه ها اینی با حالا الله اینی با حالا بچه ها. خود من یه رسایی کدوم یعنی چقدر خنده کدوم. ای چشمی بچه ریزه را ساختن. او رو پیشکاری کرد. خود سعی کنید این گوری هم بکنم. او آمده همه جا را گرفت انپار زده. خود پیشکاری کرد. سعی کن آبوره که در خواهی زنده کنی خود دکتر تلقت. چشمی تو رو صدقه واقعا چشمی تو رو صدقه. Dali a comemoração insana. Jogador que deu وای بچه فهمیدی چی شد؟ طرف گل زد آمد ادای
کریستیان رونالدو رو در بیاره یا ادای امپاپه رو در بیاره، برو طرف به حساب تماشاچی ها دیگه، اونجی تماشاچی ها به حساب بغل کنه و چشم صدقه و خوشت فلان. سعی کنید چی کار کرد؟ بذار یک دفعه برگردیم از اول سعی کنید. یعنی Daí a comemoração insana do jogador que deu um título. فکر کرد از اونجا میپرم او قدر اونجا چقور نیه، نگو اونجا 3 متر چقور بود. در فکری بالا آمده نه، حالا دارم فکر میکنه چه رقم بالا بی از اونجا. Tipo, legal. E tá nessa pista. Mas ele, lógico, a ponta ali, tá no momento dele ali, né? Tentando disfarçar um pouquinho. اوه بچه اینی هم عالیه. واو، یعنی آخرت یعنی دیگه گانگستره دیگه. نوشته عاقبت درگیر شدن با بلوچ. خب اینجا خب یک به حساب سلمانی آرایشگاه، خب یک کم که اینجا یه هم که خود آرایشگاه که چه اتفاق هم افته. نه نفر آمده او گوزوگاگا فکر کرده که آمده ده سری نفر سلمانی زهر بگه، نگو که او قماندانی بلوچ ما ایتو توفنگچه را نرواری شهرواری توفنگچه را ایتو کشید ده جان چی. نه نر سعی که چی میگی حالی؟ سعی کن بچه ها ویدیو تا آخر سعی کنیم. دروازه رو مگه بسته کنه، اونو مگه دروازه رو بسته کنه، سلمانی رو مگه کلن جبایش رو بگرد. سعی که ایتو ده گوه خوردن انداخت دو ده جان بلوچ مردم میمرسه بی یک تک بلوچ ها باور که یک دن توفنگچه ده پیشیه. بله مینیه بلوچ انت الغار کد نکد زور دیدی ندیدی از بلوچ. خب اینجا بچه ها جنگای بچه ها به حساب سیاست رای دیگه. خب اینجا پاتیمه امرای سکینه جنگ مونه، سعی کنیم چیز کار مونه. شکیلا آمد اوه رحمانه آمد نسونایی هم آمد. اوه بیا اوفی بری وانا اوفی ورا ساعت بچه اوه شکیلا آمد وانا باز رحمانه شکیلا را زاد. جنگی خاتونو هم باور که خنده دارا یک چند تا می رقمی کلیپایش سعی کردم. خدا اگه سعی کنین فقط اینمی تو وار میکنه دیگه، نمیگه که در کجا مخوره، در مخوره، در دیوار مخوره، او در کجا مخوره الله و علم. بیزنم اتو موی کشاگ هست که اتو موی کشاگ که حالا بیماند که لباسا چک میشه و چه اتفاقاتی مفته خدا نشان نده دیگه او روزه دیگه. علی هست دیگه دوای سیاسرهای نمی خانم های نمی رقمه دیگه خیلی خطرناک ده. از مردا که ده خطرناک داره دوای زنان. بچه ها این هم خیلی باحاله. نفر آمده دوزی در زود دکان خب در پاکستان هم خب آدمی کم شانس و کم تاله دیگه. این توفنگچه چه بچه ها دمی کشه شلوارش گیر میکنه
با سعی کنیم که چه اتفاق مفت سعی کنیم تا آخر. توفنگچشه یه تشم با شلوارش گیر کده. خواه اینجا هم زدنه پاکستانیا. چه اتفاق بود اینجی؟ اینجی نفر دیگه آمد سلام علیکم میکنه خبر ندارم که میرم دوست دسته و دوست سلام میگه تو خیلی یه دم شکم اینجا بوری میشه. اتو بدشانس ای خدای تو من در پیش خود خواهم بگم خدای من چه غلطی کردیم رفتیم در پیش آته باقی رو اونجی سلام علیکی کنیم ما نگیری اون کیسه بور افتاده ما نگیری دوست افتاده این حال خود جیبای از اونم میگیره خالی میکنه هرچی پول پیسی از اونم میگیره برای حالش هم بردیم. بله بچه ها این هم بود یعنی کلیپ هایی بود که در همین چند مدت خیلی در توی چیز وایرال شده بود در توی اینستاگرام و بازم از این کلیپ ها بچه ها هسته انشالله بازم میم دیگه. لایک و سابسکرایب بچه ها یاد شما نروه مخصوصا سابسکرایب بچه ها ما این کانال تازه باز کردیم دیگه منتظر شما هستیم تا شما هموطنان عزیز ما حمایت کنین دیگه دمی همگی شما گرم بچه ها تا یک ویدیو دیگه که برمیگردیم شما رو به خداوند کریم و رحیم بسپارم. خداحافظ.